سلام دوستای خوبم. بعد از اینکه شما پنل یا افزونه چت جی پی تی رو توی گوگل کروم نصب کرده باشین، میتونین ویدیوهایی که باز میکنین مثل برنامه یوتیوب یا سایت هایی مثل سایت یوتیوب، خلاصه ای از اون فیلم ها رو توی همون پنل به صورت اتوماتیک داشته باشین. همطور که میبینین وقتی من افزونه چت جی پی تی رو توی گوگل کروم نصب میکنم، خودش به صورت اتوماتیک داخل سایت یوتیوب برای من پنل سایدر رو باز میکنه با عنوان سامرایز ویدیو. وقتی شما سامرایز رو میزنین، خلاصه ای از اون ویدیوهایی که باز کردین رو به صورت متن برای شما نشون. اگر زمانی سایتی رو باز کرده باشین و سایت به صورت زبان انگلیسی باشه، ممکنه خلاصش هم به صورت انگلیسی برای شما نمایش داده بشه. پس برای فارسی کردن خلاصه اون ویدیو میتونین از بخش لنگویج باز بکنین و زبان مورد نظرتون رو انتخاب بکنین. به این ترتیب خیلی راحت میتونین خلاصه ویدیوها رو داشته باشین. در ضمن ما اضافه کردن افزونه چت جی پی تی رو قبلا توی پست قبلی براتون گفتیم. سابسکرایب یادتون نره. ممنون.